این همین نفری به تربیه را که میشناسه نامش عمر بوده است. صدقه نام عمر شوید. در ملایان برای دو سمپل حرامی تیک توک شده دشنام و حفارت های میکند که میگفته باشید در استبل حیوانات قرار شده باشه. ای بی ادب، کمی از الله بترسه. زبانی که امروز با آن مردم دشنام میکنی فردا در نزد پروردگار برای هر یک کلمه جواب خواهی داد. برای دو سمپل حرامی تیک توک شده ایمان و شرف نفروشو. تیک توک و اینترنت جای نیست که با این دشنام و تحقیر کردن از حساب و کتاب روز جزا در امان بمانی. مؤمن حقارتچی و به زبان نمی شود. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: مؤمن نه طعنه زن است، نه لعنت کننده و نه فحشگو و نه بد زبان. امروز مردم با سخنت میرنجانی، ولی فردا ممکن است یک کلمه تو را نزد الله شرمنده کند. اگر خودت مسلمان میدانی با جای دشنام سخن نیک بگو یا خاموش باش. من که آگاه میکنم به سوی الله برگرد، حالا وقت داری، وگرنه این همه دشنام و حقارت هایی که میکنی دردی سرت میشود.